خب آماده این برای رفتینگ. شما عکس نمیگیرم. در قسمت نیمه فروشان این رشته ورزشی که واسه تفریح خودت انتخاب کردی اسمش رفتینگ یا وایت واتر رفتینگ به معنی کلک سواری روی آبهای سفیده یا همون آبهایی که جریان دارن. قایق رفتینگی که الان داری میبینی کفش سوپاپ داره، 2 تا سوپاپ مشکی رنگ. جایی که سوپاپ داره میشه جلوی قایق رفتینگ شما، جایی که سوپاپ نداره میشه عقب قایق، همون جایی که لیدر یا سکانداری که با شما میاد میشینه. نحوه نشستنتون روی قایق رفتینگ روی بالشتک‌های کناری قایق، کف قایق‌های ما یه سری تسمه است. یکی از پاهاتون میفته داخل تسمه، زاویه 45 درجه رو به جلوی قایق میشینید. تسمه حکم کمربند ایمنی شما را داره، نمیذاره که از قایق بیرون بیفتی، یه پا داخلش باشه کافیه. نحوه گرفتن پارو و زدن پاروتون 60 زیر تی یا تیگیری پارو، 4 تا انگشت بسته میشه روش. میله پارو میگیری میذاری روی سرت، 2 تا زاویه 90 درجه بین ساعد و بازو ایجاد میشه. بهترین طریقه گرفتن پارو به این شکله. تو طول مسیر که میریم راهنما یا لیدری که با شما میاد 3 تا فرمان به شما میده. فرمان اولی که بهتون میده آل فوروارد یا بزنید جلو. وقتی گفت بزنید جلو، کفه پارو قسمت زرد رنگ پارو عمود داخل آب رو به عقب قایق میکشید با شمارش لیدرت. 1 2 فرمان دوم استاپ کافیه پارو نزنید یا همون استاپ. وقتی گفت استاپ میله پارو روی زانوهاتون، از طبیعت و منظره لذت میبرید. فرمان سوم بک یا بزن عقب. وقتی گفت بزن عقب میله پارو تکیهگاهش میشه پهلوی شما، آب از عقب به سمت جلو میکشی. اوکی؟ با شمارش لیدر 1 2 تو طول مسیر که میری پارو زدن زیاد نداری، مگر سر پیچ و خم یا یه سری شاخه ها خوابیدن داخل رودخونه زیر شاخه نری. اگر رفتی زیر شاخه دست به شاخه نمیندازی، پارو هم به سمتش نمیگیری، سعی نکن رد کنی از خودت، فقط به این شکل خم میشی داخل قایق. همین. تو طول مسیر که میری قسمت خروشان لیدر بهت میگه محکم بشی. منظورش از محکم نشستن پات محکم باشه داخل تسمه. کسایی که پارو دارن دستت از روی پارو میاد، تناب مشکی رنگ کنار قایق میگیری، یه کوچولو رو به داخل خم میشی. همین. دستت از روی پارو بیاد، پاروت را فرار نداشته باشه، از زیر پارو نگیری. قایق توی تلاطمه، ممکنه پاروت پرچه تو صورت رو ببینی. تو قسمت خروشان هم هیچ کس به هیچ عنوان از سر جاش بلند نشه. فکر نکنی ای وای الان خیس میشم، از سر جاش بلند میشی. قایق توی تلاطمه، یا خودت پرت میشی داخل آب یا قایقت چپ میشه. اوکی؟ سوال چیزی نداری؟ مرسی. نه شما خودتون ما اینا رو یکی بنداز کم بده من بدش بستن آب آقا پسر نپایید عینکامو خورد میشه. من چرا من خیس نمیشم؟ ما باید خیس بشیم. آره شفاقه پاک هم داشته بریم. سلام خیلی جاتون قویه. بچه ها دوربین آی لیدر هستن. لیدر آبپاش. نه رفت تو چشم. من به حالا بلد نیستم جاتون. من نفسم نمیکشم که به ترسم. از جلو ببر. نه باید ببری. از جلو ببر. از جلو یه تابش بده خیس کنه. جنگل اکبرم شد.
از خانم دست پا بگیرید. از خانم دستا رو گرفتیم. آماده؟ خب محکم بود. محکم. 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 پارو رفت. پارومون رفت. مال کی بودن؟ از امتیازش کم کن. ببین پارو بیافته اگه نتونی او دم بود خیلی خیس شد. آرمان کی؟ آقا مجد گفتم برای سرزمینم کمی. بچه نزد پارو نزنین. استاپ. بزنید زود میرسی. میگم بزنید زود میرسی. بذار خودش میگم یه فارسی بزن. میگم رسیده بارون شد. نداره. من گفتم این خوبه. خدا کولرش رو روشن کرده. به 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 به. خدا روشنه. سلام. سلام. بچه اینا اینجا باید حمام کنه. بریم اونجا شد. اگر دوست داشتی بری داخل آب ببینی. بچه یه لحظه شبیه همونجا که ما نشسته بودیم دیگه. یکم کولر. یه ذره. یه ذره. گرم بود. با این چند تا قطره اون نمیسوزه که. چرا میسوزه؟ آخرش من بدترم. دیدین چی بیفته؟ تو سر پایین. سرا رو بدوزین. نه با تو نبود با اون که دیدم. با این که زیر درخت گفت نه ما. نه شما ما. نه بذارش پایین. رشیدی پیام داده. اینجا 1.5 متر. عمق. بیا تو منو. به شیشه دوست دارم همیشه. تو بلی ریزه میزه این همه ادا نمیشه. اینجا توت هست یا بالا سردی بالا جونه کردی. بچه لیدری داریم. حقا پول کم نکنی دست حلال. حلاله خودم بیا بکشه. دور 360 درجه داریم میزنیم. دیگه چقدر آشغال ریختن اونجا. نادی شورن. بچه من صبح داره کف دستم خیلی میخواره. کی میخوام پولم بده؟ رانندمون بیفته. زنگ من اینجا پام تو هیچی نبود که افتادم عقب بیرون. خودت افتادی. خودم افتادم. اونم جیغ زدن. خورد افتاد. دیدم همشون جیغ میزنن گریه میکنن. بی پدر شده بودن. راننده شدیم بی راننده. بچه همه یه ساعت دیگه ازت بچه اگر کسی دوست این طرفش چمان. به نظرم وقتی بریم برسون هم
یه دقیقه بکن شیراز اومدی جای باره تو آب یخه چه آب خوبی. زیاد میکنم تا باجی 7 قسط دارم مایی 300 بدی 8 وای 11 تومن کرم این موجه این شوخی بیش نیست. آره موجه برو رفتیم مشهد بود کل 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 منم هستم توش یا نه باید آهنگم شما هست. کولر ملایم ها. کولر ملایم. بدهی زیاد داری بدهی زیاد دارم یالا کمک این پل چیه؟ تاریخیه؟ نه نیست. این نشد. جزیره رو داریم رد میکنیم. ما که نه سب کنید اگه من صاحبونم میدونم شطور رو کجا بخوابونم اینجا خرد برده این داره میدن چرا یه؟ شدی چند؟ ماما من اینم کوه شیراز. اینجا ما نرفتم باشه شما هم میخواد برین تشم نه فشو جورم فقط یک شنبه ها یک شنبه خانم من مثل خارجیام تعطیلات شنبه ها یک من نمیتونم بیام من عصر رو فرمونده فرمونده گو بگین چشم بچه یالا حالا رفتیم تو موج ها یا پیغمبر کی باید گو بیا که حالا پیغمبر بخوای نه بابا این موج نبود آماده باش میگم با این موج خروشانت کدومه نه آماده باش آماده باش. حالا فیلم بگیر دارم میگیرم. دست و گلت در نکنه یادگاری میری بعد میگی وای چه خوشگل اون بر آبشار درست شده. محکم بگیرین. محکم بشین هنوز تموم نشد تموم آبی؟ نه دوست دارم مسیر از خروشانتون
محکم بشین اینجا. محکم وای محکم بشین. استاپ. محکم بشین. استاپ محکم بابا این که موز بیاید برید بندر عباس بهتون بگم. بنده عباس کنه خوش زبانی من خیلی دوست دارم. ماهی گرفت یا ماهی برای گرفت راست نه دیگه آهنگ تا حالا ولی دستتون باشه اینجا میخوام. میگه دستتون باشه یه خور جلوتر داریم به چهره کون لخ بخ آره تو نمیره بگی بچه زیادش کن زیاد نمیره صداشو باید از اونجا زیاد نه زیاد تو تونل مگه فروشانه نیست؟ نه کاری نداره بیا از کجا زیاد میکنی میپک آقای سنگ پایینش. زیادش کن داریم به آخرش نزدیک میشیم بچه‌ها جلو بزنید. همه جلو. یک دو. آب از جلو بکش به عقب. از جلو به عقب. از جلو به عقب. از جلو به عقب. از جلو نظام از جلو به عقب. بزن. استاپ. استاپ بچه داره میریم اونجا مثلا من اونجا که نشسته بودیم مرسی اینجا رو بریم قایم میپکیم. سنگ پایینش. میری میخوری